با سقوط امپراتوری روم غربی تو سال 476 میلادی نظم سیاسی متکثر و پراکنده‌ای تو اروپا شکل گرفت. قدرت مرکزی از میون رفته بود و جای اون رو پادشاهی‌های نوپا گرفتن. دولت‌هایی که ریشه تو قبایل ژرمن داشتن و هر کدوم بخش‌هایی از قلمرو پیشین روم رو در اختیار گرفتن. میون این قدرت‌های تازه فرانک‌ها برجسته‌ترین بودن. مجموعه‌ای از قبایل ژرمنی که تو ناحیه میون راین و سن استقرار داشتن و رفته رفته تونستن به ایوند بین قبایل پراکنده رو به یک ساختار سیاسی تبدیل کنن. تو قرن ششم میلادی فرانک‌ها تحت فرمان خاندان مروونجی نخستین شکل دولت ملت ژرمنی رو بنا کردند. اما نقطه اوج این مسیر تو قرن هشتم و نهم میلادی بود، زمانی که خاندان کارولنژی با قدرت و سازماندهی بیشتر پادشاهی فرانک رو به مرکز و غرب اروپا تحمیل کرد. از دل این خاندان چهره‌ای برخاست که تاریخ اروپا رو دگرگون کرد. شارلمانی تونست غرب و مرکز اروپا رو زیر یک تاج متحد کنه. اون نه صرفاً یک فرمانده بلکه بنیانگذار نظم تازه‌ای بود که هم بر قدرت نظامی و هم بر مشروعیت مذهبی استوار بود. تو سال 800 میلادی تو کلیسای سن پیتر روم پاپ لئوی سوم تاج امپراتوری رو بر سر اون گذاشت و عنوان امپراتور روم رو پس از 3 قرن احیا کرد. لحظه‌ای که تاریخ اون رو به عنوان تولد دوباره مفهوم اروپای مسیحی واحد ثبت کرد. اما بعد از مرگ شارلمانی تو سال 814 میلادی وحدت بزرگ اون دوام نیاورد. امپراتوری بین نوه‌هاش تقسیم شد و بر اساس صلح وردن تو سال 843 میلادی 3 بخش مستقل پدید اومد. بخش غربی که پایه فرانسه شد، بخش میانی که بعدها میون قدرت‌های مختلف تقسیم شد و بخش شرقی که دست لویی ژرمن قرار گرفت. منطقه‌ای که بعدها به تدریج تو مسیر تاریخی آلمان نوین قرار گرفت. این قلمرو شرقی با هویت ژرمنی پررنگ‌تر و ساختار سیاسی کمتر متمرکزش نهایتاً تو قرن 10 میلادی تحت فرمان یکی از پادشاهان شرقی فرانک، اوتو یکم از خاندان ساکسونی متحدتر شد. تو سال 962 میلادی پاپ اونو به عنوان امپراتور مقدس روم تاجگذاری کرد. به این ترتیب موجودیتی به ظاهر با شکوه به نام امپراتوری مقدس روم شکل گرفت. اما تو واقعیت این حکومت نه واقعا مقدس بود، نه رومی و نه از نظر سیاسی یک امپراتوری. نظام حکومت تو امپراتوری مقدس روم چیزی میان اتحادیه فئودال و ساختار مذهبی سیاسی بود. 10 شاهزاده نشین، دوک نشین و شهر آزاد، هر کدوم با قوانین، سکه، مالیات و ارتش مستقل خودشون وجود داشتن. تو رأس این ساختار امپراتور قرار داشت، اما اقتدارش بیشتر نمادین بود و وابسته به توافق‌های محلی و حمایت کلیسای روم. در واقع آلمان قرون وسطی نه کشوری واحد، بلکه شبکه‌ای از قدرت‌های محلی بود که تنها در ظاهر زیر یک تاج مشترک جمع شده بودند. تو ظاهر آرام این ساختار 2 نیروی موازی به تدریج شکل گرفتند: روحانیت مسیحی که مشروعیت می‌بخشید و اشراف زمیندار که قدرت واقعی رو در اختیار داشتند. همین 2 قطب تا قرنها مسیر تاریخ سرزمین‌های آلمانی رو تعیین کردند و زمینه‌ساز چالش‌های بعدی تو اصلاحات مذهبی و جنگ‌های وحدت شدند.